سلام بر شما. یک وبینار دیگه از اپلای لینک رو میخوایم شروع بکنیم. این وبینار در مورد رزومه است. خیلی وبینار قشنگی شده، خیلی مطالبش به نظر من برای هم اپلای تحصیلی، هم کلا شغل و کلا رپرزنت کردن خودتون خیلی به درد میخوره. توی چندین تا سکشن ارائه میشه، چندین تا سکشن، یعنی چندین تا بخش کوچیک کوچیک که حالا بخش اولش خیلی بزرگه، ولی تو این جلسه قراره بهتون یاد بدیم کلا رزومه چه شکلیه و خیلی نکات مهم بهتون بگیم. غیر از اون چت جی پی تی رو بیاریم وسط بهتون یاد بدیم چجوری از چت جی پی تی استفاده کنید باهاش رزومه بنویسید. خود من کل این چیزایی که انجام دادم 10 بار رزومه نوشتم فلان کردم با چت جی پی تی و این کنوا شاید توی یکی دو روز خیلی کارا میشد کرد و واقعا فهمیدم که چقدر من داشتم خودم قبلا ریسورسامو هدر میدادم و خیلی وقتمو تلف میکردم. بعد بهتون کلی رزومه‌های جالب بهتون میدیم، یعنی یه تمپلیت این شکلی بهتون میدیم که خودتون میتونید برید توی اینجا ادیتش کنید دیگه. خیلی راحت میتونید یه همچین رزومه به این خوشگلی جنریت بکنید. حالا ما یه چند تا سامپل خودمون براتون آماده کردیم، یعنی چند تا سامپلی که کامل توش اطلاعات نوشتیم و اون شکلی که برای اپلای تحصیلی لازمه درست کردیم که بهتون میدیم دیگه. خودتون تمپلیتاشو داشته باشید، همینو میبرید توی این دفاتر مهاجرت. ازتون ماشاءالله همینجوری میلیونی پول میگیرن، دو تا رزومه قاراشمیش درست میکنن که اصلا به درد هیچ جا نمیخوره، ولی خیلی روش فکر شده. برای حتما استفاده بکنید. کلی تمپلیت دیگه هم حالا کنوا داره که ما اونایی که خودمون بدونیم خوب باشه رو کم کم داریم اضافه میکنیم. بعدا مثلا تو سایت اپلای لینک یه فیچری اضافه میشه که خیلی سریع براتون رزومه رو اصلا درست کنه، خودتون قالبش رو انتخاب بکنید و خیلی سریع براتون رزومه رو جنریت بکنه. من خیلی چیزای جالبی در مورد رزومه میاریم چون رزومه خیلی بخش مهمیه. این که میگن مؤمن آینه مؤمن است و فلان و بهمان، واقعا رزومه آینه مؤمن است. کلا هر چیزی که بخواید انجام بدید، هر جایی که بخواید خودتون رو پرزنت بکنید، نقطه اصلی که شما رو نشون میده و رپرزنتتون میکنه خب رزومه است. برای مثل لباس میمونه. درسته ملت میگن نه همین لباس چی بود زیباست، چیه آدمیت یادم رفته، ولی واقعا رزومه این شکلیه. آدما عقلشون به چشمشونه و همه این چیزایی که میگن درسته. بنابراین سعی بکنید خودتون رو درست رپرزنت بکنید که رزومه از همه مهمترشه. پس توی این جلسه بریم دیگه شروع پرزنت بکنم و کم کم جامپ میکنم اینور اونور. خیلی قرار جامپ داشته باشیم. آخرش هم که قرار رزومه هاتون رو ریویو بکنیم و 10 نفرتون رو انتخاب کنیم. حالا هر چند تا بشه، شاید بیشتر انتخاب کردم. و رزومه هاتون رو خیلی آنلاین بیام بهتون بگم کجا اشتباه دارید. اون بخشم فکر می‌کنم برای همه خیلی مفیده چون یاد میگیرن رزومه بقیه چه شکلی ان، کجاش اشتباهه. خیلی کارا میشه کرد روی اون قسمت هم. پارسال یا پیارسال من فکر کنم نزدیک 200 100 تا فکر کنم رزومه برای بچه‌ها دونه دونه اومدم تصحیح کردم. اونم فیلماش تو یوتیوب هست، اونم خیلی خوبه، ولی خب اون موقع خیلی طولانی شد دیگه. فکر کنم مثلا 3 تا جلسه 4 ساعته من رزومه ریویو کردم. این جلسه هم این رو داریم. پس بریم سراغ خود رزومه نویسی. دوباره من علی اجازی هستم، فارغ التحصیل علوم کامپیوتر آلبرتا، مهندس ماشین لرنینگم. هوش مصنوعی و این چیزایی که هایپ شده خیلی کارمو دوست دارم. کلا هم اپلایینم هم که از اول بودم، یه 6 7 سال توی کانادام و کلا خیلی به در دیوار خوردم، خیلی زیاده. یعنی من 7 سال واقعا دارم میزنم توی در دیوار. کلا آدمی هم که سر جام نمیشینم. بنابراین این رزومه‌ای که دارم بهتون میگم خیلی حاصل چکش کاری شدن‌های سال‌های مختلفه که مسیر زیادی رو اومدم تا اینجا. بنابراین گوش بدین باش. اینجوری نبوده که دیشب بخوابم صبح باشم بگم ایول بریم یه وبینار رزومه نویسی بزنیم و تمومش بکنیم. خیلی کلا میگم حاصل تو چاه رفتن‌های زیادیه. کلا هم این سری وبینارها که گفتیم توی 6 فصل برگزار میشه. قرار از اول تا آخر اپلای و این که بعداً کار پیدا کنید توی خارج و اینا همه رو قراره پوشش بده. در واقع یک قسمت از این 6 تا فصل ما توی وبینار قبلی ریسرچ اند دیسیژن میکینگ رو بهتون گفتیم، اونم خیلی جالب شد به نظر من، ببینیدش. و توی این قسمت اپلیکیشن پروسس رو میخوایم بگیم که خود اپلیکیشن پروسس رو شکستیم به قسمت‌های مختلف. حالا قسمت اولش رزومه است، هفته‌های بعدی احتمالاً هفته بعدی مکاتبه با دانشگاه و اساتید رو بهتون میگیم. استادا رو چجوری پیدا کنید، دانشگاه رو چجوری پیدا کنید، چجوری افیشنت این کار رو انجام بدید. همینجوری الله بختکی و نمیدونم اینور اونور بیاد کار بکنید اصلا جلو نمیره. وقتتون خیلی تلاس، نمیدونم چیزی مهمتر از وقته. بنابراین ما خیلی کلا سعی می‌کنیم همه اینا افیشنت بشه. همین پروسه رزومه رو هم ببینید، بعدش متوجه میشید که چقدر سریع کاری که شاید قبلا کلی براتون طول میکشیده و در نهایت کیفیتش هم خیلی پایین بوده، الان میتونید در شاید بگم
1 ساعت 2 ساعت ماکسیموم 1 روز وقت بذارید یک رزومه خیلی عالی جنریت بکنید. توی بعدش هم که آزمون زبان رو بهتون میگیم چیکار بکنید، نکته و اینجور چیزا داشته باشه. سایر مدارکی که حالا برای اپلای لازمه مثل ریکامندیشن لتر و اس او پی و هر چیز کاغذی که نیاز داشته باشه. در نهایت هم که سابمیت اپلیکیشن، یعنی فرآیند اپلای از این بخشا تشکیل شده تا موقعی که برسید به سابمیت کردن و فصل‌های بعدی دیگه بریم سراغ ویزا. پس این قسمت کلا در مورد رزومه است. چیا رو کاور می‌کنیم؟ اول اینکه چرا اصلا رزومه، یه سری از همین چیزاست که گفتم، مومن آینه مومن از رزومه آینه شماست. سی وی اوورویو رو میگیم، کلا توی سی وی چه خبره، چه بخشایی رو باید بذارید، از چه قسمت‌های تشکیل شده که یه دیدی بگیرید کلا این وبینار در مورد چیه. بهتون رایتینگ تولز میگیم، چون به نظر من یکی از بزرگترین اشتباهات بچه‌ها همیشه همین افیشنت نبودنه. کلی تولز زیباست ماشاءالله. 2023 هم که اصلا دنیا متحول شد. به نظر من هر کسی از چت جی پی تی الان داره استفاده نمیکنه مثل آدمایی هستن که الان دارن با گاری مثلا یه چیزی رو میبرن این برابر، فرقون گرفتن دستشون، میخوان مثلا تیراهن ببرن این برابر. واقعا دقیقاً همین اتفاق داره براتون میفته. بنابراین یاد بگیرید که از این تول‌ها استفاده کنید که امروز چت جی پی تی رو بهتون میگیم، کنوا رو بهتون میگیم و این دوتا تولز خیلی به دردتون میخوره. من خودم کنوا رو شاید کمتر از 2 ماه یا 3 ماه دارم استفاده میکنم و انقدر پشیمونم که چرا قبلا استفاده، یعنی فکر کنم مثلا شاید حداقل 1 سال از عمرم تلف شده مینیمم سر چیزایی که درست کردم و انقدر طولشون دادم و در نهایت هم کوالیتیش خیلی پایین بوده. برای این سی وی رایتینگ تولز رو بهتون میگیم، خیلی من روی این تاکید دارم. کلا توی همه قسمت اپلای خیلی روش تاکید دارم که همینجوری مثل انسان‌های دوران عصر حجر کار نکنید. سی وی سکشن ها رو میگیم چه کارایی بکنید چه کارایی نکنید. همتون توی اینجا مشکل دارید، اصلا شک نکنید. من خودم بعد 7 سال مشکل داشتم، شما هم احتمالاً مشکل دارید. حالا احتمالاً شاید شما باهوشتر از من باشید، یعنی احتمالاً که هیچ خیلی قطعا باهوشتر از منید. الان به یاد بر نخوره بگن که نارسیسیستی و اینا، ولی قطعا یه عدتون باهوشتر از منید خیلیاتون و توی اینجا یه سری کارا رو درست انجام میدید. ولی با این حال من حس میکنم حتی اونایی که خیلی رزومه نویسی بلدن باز هم مشکل داره رزومه‌شون. سامپل های سی وی در نهایت بهتون نشون میدیم. آخرین بخشم که ریویو، اینا رو توی حالا رکوردینگ های مختلف میذارم، برای این خیلی طولانی هم میخوایم نشه. بریم سراغ این که چرا سی وی مهمه. اولا که خب کلا یک داستانی از این هیستوری که برای شما رخ داده خیلی سریع بهتون میگه، که خیلی سریع به آدمی که داره سی وی شما رو میبینه میگه آقا از شما چی گذشته، کل زندگیتون رو داره میگه. برای یک پرسونال مارکتینگ، کلا هم پرسونال برندینگ، اون چیزی که من در اون خیلی افتضاح هستم، خیلی چیز مهمیه. از همین الان تیکه تیکه های پرسونال برندینگتون رو بذارید کنار هم. یک شبه نمیشه. سی وی تون رو درست کنید، گیت هاب اگه دارید، لینکدین اگه دارید، وبسایت اگه میخواید بزنید، اینا یک شبه اینجوری نیست یه شب بخوابید صبح باشید بگید تمام محتواشو درست کردم ایول درست شد. اینا تیکه تیکه درست میشه و خیلی پرسونال مارکتینگ مهمه. این سی وی هم اینجوری نیست امروز درستش بکنید تموم بشه. در طول زندگیتون مدام آپدیت میشه، مدام تغییر میکنه. پس این از این. پس چرا سی وی مهمه؟ فرست ایمپرشن چه تو تحصیل، چه تو کار، چه تو زندگی، هر جایی برید، رابطه، دوست، همه جا خیلی تاثیر داره، مخصوصا توی کار و حتی توی اپلای تحصیلی. وقتی ایمیل میزنید اولین چیزی که استاد باز میکنه رزومتونه. وقتی یه رزومه قاراشمیش میبینه پر از غلط‌های نگارشی، املایی، فرمتینگ افتضاحه، اصلا دلش نمیاد اون رو نگاه بکنه. خودتون هم همینجورید. یکی بهتون همین الان ایمیل بزنه یه پی دی اف خیلی خوشگل بفرسته، حتی توش چرت هم بنویسه، باز شما یه نگاهی میندازید میگید چقدر جالب درست کرده. بنابراین فرست ایمپرشن خیلی مهمه. سعی بکنید الکی این شعارهایی که ملت میدن نه حالا این مهم نیست اون یکی فلان است، خودتون رو بذارید جای اون استاده، ببینید آیا برای شما مهمه، آیا شما تحت تاثیر قرار میگیرید. اگه میگیرید بله مهمه. و خب سی وی میاد کوالیفیکیشناتون رو نشون میده که اصلا آیا شما برای اون جاب به دردش میخورید یا نه. غیر از این که اصلا برای اون طرف مقابل مهم باشه، برای خودتون هم مهمه. شما وقتی سی وی رو مینویسید تازه میفهمید چند مرده حلاجید، یعنی میفهمید که آقا من اینجا ضعیفم، اینجا خوبم، چه جالب مثلا این پروژه رو انجام دادم و چقدر این پروژه مفید بوده برای خودم، اصلا فکر میکردم خیلی آدم خاصی نیستم تو فلان زمینه. وقتی سی وی تون رو مینویسید تازه این رو هم کشف میکنید و در نهایت تمام فرصتایی که شما ببینید، مثلا همین قضیه که طرف میره پیش میره حرم امام رضا میگه آقا امام رضا چرا من مثلا قرعه کشی نمیبرم، بعد
دیگه انقدر مثلا چند بار میاد امام رضا خودش میاد تو خوابش میگه حاجی برو حداقل قرعه کشی رو که شرکت بکن من بتونم این کاری بکنم. اینم همین جوریه. یه اصلا نه رزومه دارن، نه گیت هاب دارن، نه لینکدین دارن، هیچی نه تو اینترنت اصلا نیستن، این طرف نیست تو اینترنت کلا. بعد میگه چرا من مثلا فلانی شانس آورد، نمیدونم فلان پیجش گرفت میلیونی فلان در آورد. خب تو اصلا نیستی، چجوری میخواد اصلا موقعیت و اتفاقات مختلف برای تو رخ بده؟ مخصوصا اینکه بقیه میبینن یه وقتی مثلا یکی رزومه شما رو میبینه، بعدن یه اتفاقاتی براش میفته توی یه کاری، میبینه که مثلا رزومه شما خیلی به دردش میخوره، بعد میاد به شما خبر میده. برای این رو هم دریابید. در نهایت این قسمت دیگه حداقل باید فهمیده باشید که چرا سی وی مهمه. اگه نفهمیدید چرا سی وی مهمه، به نظر من یه دور دیگه تجدید نظر بکنید، برید از آدمای دیگه هم بپرسید، شاید اونا تونستن قانعتون کنن. بریم سراغ سی وی اوورویو. در یه چیزی که توی سی وی بخواید ببینید یه همچین شکلیه که حالا یه صفحه، 2 صفحه، 3 صفحه، میتونه 1 تا 5 صفحه 10 صفحه هم بشه، ولی خب برای اپلای تحصیلی بهتون میگیم چه شکلی باید باشه. یه همچین شکلی رو در نهایت باید جنریت بکنید، نه خیلی فنسی نه خیلی ساده، رنگی یه ذره داشته باشه، خیلی همه چیز سیاه‌سفید نباشه. یه عده کلا فکر میکنن آکادمیک که رفتن یعنی باید مثل روح مهربان باشن، کلا هیچ همه چیز سیاه‌سفید باشه و هیچ ذوقی نداشته باشن، در که اصلا اینجوری نیست. به نظر من یکم باید ذوق هم داشته باشید. و خب توی این بخش میایم بهتون استراکچر سی وی رو میگیم و اینکه خب هر بخشی مربوط به چی هستش. بیشترم برای اپلای تحصیلیه این، ولی برای شغل و کارهای دیگه هم شما میتونید از همین سی وی استفاده بکنید با یک سری تغییرات ریز، ولی کلیت شاید 90% مشترک با اپلای شغلی. بریم سراغ قسمت اول، اکسسیبیلیتی، یعنی در واقع اینکه آقا یه نفر بتونه به شما اکسس پیدا بکنه. من دیدم بعضی برای شغلا اپلای میکنن، توی رزومهش هیچ راه ارتباطی نذاشته، بعد طرف اینجوری که من چجوری با اصلا تماس بگیرم؟ رزومهش رو جای مختلف میفرسته و در نهایت هیچ چیزی داخلش اینجا نداره. توی رزومتون اسمتون، تایتلتون، تایتل دیدم کمتر میذارن. مثلا اگه ماشین لرنینگ انجینیرید بذارید، NLP کارید بذارید، اگه الکتریکال انجینیرید بنویسید اونجا، ایمیل رو قطعا بذارید، فون نامبر بذارید، لوکیشنتون رو بذارید، کجای دنیا زندگی میکنید، آنلاین پریزنستون رو بذارید. بعضی کلا گفتم توی اینترنت نیستن، سعی بکنید بیاید اکانتای گیت هاب، لینکدین، توییتر یا حالا الان شده اسمش ایکس، پرسونال هوم پیج، اینا رو بذارید، چون خیلی وقتا آدما حوصله، یعنی شما مثلا فرض کنید یک اپلیکیشن برای استاد میاد، 70 نفر مثلا ممکنه اپلای کرده باشن، اون میخواد سریع یه سری ها رو ببینه، وقت نداره همه رو دوباره کانتکت کنه، آیا تو فلان پروژه رو انجام دادی، تو این کار کردی. اگه همونجا توی پرسونال هوم پیجتون، تو گیت هابتون، لینکدینتون، توییترتون کلیک کنه یه سری چیزا رو ببینه، خیلی بیشتر متمایله. من خودم تو پروسه اینترویو که آدمای مختلف اپلای میکنن، اونهایی که توی همون رزومهشون همه چی شوکیس شده یا توی سوشال مدیاشون هست، خیلی بیشتر شانس دارن واقعا، چون سریع میبینم علاقه من نمیتونم 700 نفر آدم رو تک تک با جزئیات بررسی بکنم و خیلیاتون هم فکر میکنید وظیفه طرف مقابل این کارو بکنه، وظیفه استادتون نیست اصلا و این کارم خیلی وقتا انجام نمیده. برای شما باید جایی که میتونید خودتون رو بین بقیه استند اوت بکنید اصطلاحاً. مثلا تو این رزومه‌ای که حالا من گذاشتم، این اکسسیبیلیتی میشه این قسمت اول که میبینید اسمم هست، تایتلم هست، شماره تلفن، کجا هستم، وبسایتم، لینکدینم و سایر چیزهایی که اونجا هستش. پس این میشه اون قسمت اول. قسمت بعدی چیه؟ یک سامری از خودتون بذارید. اینو باز یعنی بیشترین بخشی که فکر میکنم میس میشه بین بچه‌ها این هایلایته. یک سکشن رو اول بذارید، هایلایت زندگی خودتون رو بنویسید. مثلا بنویسید من این کار کردم، اینجوری شده، الان دانشجوی بهمانم. یه سری هایلایتایی که اگه یه نفر بخواد به شما بگه خودتو معرفی کن برای من، توی اونجا می‌نویسید. اگه اچیومنت خاصی دارید، مثلا توی کنکور خیلی رنک خاصی آوردید، نمیدونم المپیاد اول شدید، توی مسابقه یه چیز خیلی که ربط داشته باشه، اینا کل رزومه باید ربط داشته باشه به اون کاری که دارید انجام میدید، ربط داره، اونها رو بذارید و در ریسرچ اینترستاتون رو بذارید. به چی علاقه‌مندید، می‌خواید چی کار بکنید. این میشه بخش سامری. در واقع به طرف کمک میکنه خیلی سریع بفهمه شما به چی علاقه‌مندید. هنوز به کوالیفیکیشن نرسیده ها. یه صرفاً شما ممکنه به خیلی چیز علاقه‌مند باشید ولی حالا کوالیفیکیشنش رو نداشته باشید. پس اینجا اون چیزیه که شما میخواید در زندگی انجام بدید، که حالا مثلا من میام اینجا می‌نویسم آقا من ماشین لرنینگ انجینیرم، 5 سال پروفشنال اکسپریانس دارم تو دیولپمنت، دیپلویمنت،
و اینجور چیزا. نچرال لنگویج پروسسینگ علاقه‌مندم، اکسپرتم تو این زمینه، 5 سال ریسرچ کردم، اینداستریال اکسپریانس دارم، منتورم، ادوکییتورم، پایتون درس میدم، ماشین لرنینگ درس میدم، استاتستیکس درس میدم، دانشجو دارم مثلا بیشتر از 100 تا. حالا پایتوپیایی که ما داریم الان اداره میکنیم فکر کنم بیشتر از 4-5 هزار تا الان دانشجو داره، ولی حالا اینجا مثلا نوشتیم 100 تا. بیا هایلایت اینجوری تا جایی که میتونید اچیومنتاتون رو بزرگ کنید. ما ایرانی‌ها معمولا سندروم ایمپاستر داریم، نمیدونم اسمش هم چی بود، سندروم ایمپاستر. فکر می‌کنیم همه چی شانسی به دست آوردیم، بعد نمیایم بنویسیم. مثلا طرف 3 ساله داره یه کاری رو انجام میده، نمی‌نویسه. اینجا خیلی هامبلیم. هامبل بودن بزرگترین فریبیه که این بابا مامانای ما به ما دادن که به درخت هرچی پربارتر، متواضع‌تر، نمیدونم فلان. اینا اصلا با اینا به هیچ جایی نمیرسید. سعی بکنید اون تواضع زیادی که حالا پدر و مادر ایرانی به ما تزریق کرده رو کمش بکنید. نه اینکه حالا فردا پاشید مثل نارسیسیستا برید همینجوری یه چیزای الکی بگید، ولی اون هامبل بودن رو خیلی کمش کنید، مخصوصا توی رزومتون. و هر چیزی که دارید اینجا بنویسید دیگه. تاش اینه که طرف میخونه اون برداشتش انجام میده دیگه. ما ایرانی‌ها بیشتر اینجوریم که نکنه فلانی فکر کنه من خیلی خفنم. اون چیزی که هستی رو بنویس، بذار فلانی هر جوری که خودش میخواد فکر بکنه. تو چیز دروغی که اینجا ننوشت دیگه. بنویس 3 سال این کارو کردم، 4 سال اون کارو انجام دادم. ریسرچ اینترست هم همینجوری دیگه. توی ریسرچ اینترست هم می‌نویسید که به چی علاقه‌مندید. حالا اینکه اینا غلط و درستش چیه توی سکشن بعدی کاملا بررسی می‌کنیم. ما الان می‌خوایم فقط بهتون خیلی سریع تک تک سکشن‌ها رو بهتون بگم. سکشن بعدی دیگه از اینجا به بعد کاتگوری بعدی که حالا مجموعه‌ای از سکشن هاست و بیشترین قسمت هم ایناست. خب رزومتون قرار کوالیفیکیشنتون بیشتر نشون بده. کسی خیلی به علاقه‌مندی هاتون به اندازه کوالیفیکیشن علاقه‌مند نیست. گفتم شما خیلی چیزا ممکنه دوست داشته باشید انجام بدید، ولی باید ثابت کنید که میتونید اون کارا رو انجام بدید. بنابراین قسمت اون اولی که سامریه خب قاعدتا خیلی بخش کوچیکتری رو تشکیل میده تا کوالیفیکیشن. تو کوالیفیکیشن دیگه قسمت‌های مختلف داریم، مثل ادویکیشن، ورک اکسپریانس، پروژه هاتون، اچیومنت و اواردز، یا معمولا توی رزومه میذارن آنرز اند اواردز، پابلیکیشن هاتون، سرتیفیکیشن هاتون و در نهایت اسکیلایی که دارید. پس این کوالیفیکیشن از این بخشا تشکیل میشه که خب اینا نشون میده که شما چه کارهایی رو توانایی دارید، چون تجربه قبلی دارید. کل پوینت رزومه چه برای اپلای تحصیلی، چه کاری، چه هر جای دیگه هم اینه که طرف ببینه چه کارهایی رو شما قبلا انجام دادید و نیاز به ترینینگ زیاد یا نیاز به ترینینگ دوباره ندارید. یعنی برای آدما این مهمه که شما رو نیان فرام اسکرچ از صفر دوباره ترینتون میکنن. پس نیاز دارن ببینن چه چیزایی رو قبلا انجام دادید، همونا رو اگه تو کارشون به درد میخوره خب بعد شما رو میگیرن. پس خیلی خوبه که اینجا دیگه هر چی بلدید رو بذارید این وسط. حالا سکشن ها فقط اینا نیست، شما میتونید خلاقیت به خرج بدید، سکشن های بیشتری هم اضافه بکنید، اما این سکشن ها سکشن های مهمی هستن. توی رزومه باز دوباره اینا رو اگه نگاه بکنید، از ادویکیشن توی اینجا گذاشتم. توی ادویکیشن میذارید که کجا درس خوندید، بچلر دارید، مستر دارید، جی پی ایتون چی بوده، تزتون مثلا چی بوده، یه خلاصه سری کجا بوده، لوکیشنش چی بوده، تو چه سالی خوندید. باز دوباره اینا خیلی اشتباههای رایج بچه‌ها دارن که همش رو تو سکشن های بعدی بهتون میگم. مثلا یه کار عجیب غریبی انجام میدید که خودتون ببینید خندتون میگیره. مثلا اینجا می‌نویسه طرف سینگلم. خب مگه استادت مگه میخواد با تو ازدواج کنه؟ یا مثلا اونی که میخواد تو رو بگیره مگه میخواد حالا فردا باهات بره دیت؟ می‌نویسه سینگلم، می‌نویسه مثلا 21، می‌نویسه مثلا 20 فروردینی ام، آبانی ام. اصلا یه چیز عجیب و غریبی می‌نویسه. حالا مثلا من بفهمم تو فروردینی که چیکار کنم؟ مثلا بیام تو تالت نگاه بکنم اینا فروردینی با آبانی خوبه، بیام باهات ازدواج کنم. اصلا این چیزا رو چیزی که به درد طرف نمیخوره اصلا نذار اونجا. میگم خیلی کار اشتباه عجیب غریب انجام میدید. می‌نویسم مسابقات احکام برنده شدم. اصلا اینجوری هم خود آخوند اهمیت نمیده شما مسابقه احکام برنده شدی، طرف میخواد اهمیت بده. خلاصه ادویکیشن و ورک اکسپریانس به این شکل میاد، خیلی منظم با یه فرمتینگ درست مینویسیدش که تایتلتون چیه، چه کارهایی انجام دادید، کدوم شرکت بودید، کدوم زمان این کار رو انجام دادید. یه حالت تایملاین توریه. بعضی از این بخشا اگه نگاه بکنید تو اینجا حالت آیتم واره، چون کسی اهمیت نمیده چه زمانی انجام شده. بعضیاش تایملاین واره، یعنی زمان بندی ها مهم هستن. برای این رو هم توجه بکنید تو سکشن هایی که میذارید، ببینید کدوما میخوره به تایملاین، کدوما ربطی به زمان نداره. اگه یه چیزی ربطی به زمان نداره ننویس سال مثلا 2016 آشپزی یاد گرفتم. کسی مهم نیست براش 2016 یاد گرفتی یا 2017، مهم اینه بلدی یا نه. برای این به زمان ها هم دقت بکنید، ببینید که زمان برای طرف مهم هست یا نه. پابلیکیشن ها رو داریم. حالا خیلیاتون پابلیکیشن شاید نداشته باشید، کاملا اوکیه. خیلی از این چیزایی که میبینید این رزومه یک فرد 30 ساله است. من دیگه
رسیدم تهش دیگه، من دیگه کم کم باید سرمو بذارم رو بالش. شما هنوز جوون هستید، حالا باید یه وقت اینجا 30 ساله به بالا نباشه بهش بر بخوره، من خیلی امید به زندگیم کمه، ولی این یه رزومه یک فرد 30 ساله است. شما رزومتون به این پوری نیست، یک صفحه ممکنه باشه، یعنی اصلا به 2 صفحه نرسه. اصلا فکر نکنید وای من اینو ندارم اونو ندارم. من خودم موقعی که داشتم اپلای میکردم این احساس خیلی بهم دست میداد، رزومه ملتو میدیدم گفتم من که اینا رو ندارم، من که اونا رو ندارم، من که فلان نکردم، من که رزومم خیلی خالیه. شما اگه دارید از کارشناسی اپلای میکنید به ارشد، اصلا کسی انتظار نداره ازتون کار خاصی انجام داده باشید. مگه تو دانشگاه چیکار میکنن آدما؟ 4 تا کورس پاس میکنن، یه معدل فقط کسب میکنن. برای رزومتون خیلی خالی خواهد بود، ولی اصلا نگران نباشید، همون خالی رو حداقل درست رپرزنتش کن. شما دیگه همینجوری خودش خالیه، تو دیگه یه چیزی هم نذار روش که طرف دیگه کلا ناامید بشه. سعی کن همون چیزی که هستی رو درست نمایش بدی. اصلا هم خالی به اون شکلی که میگیم نیست. شما به هر حال یه سری کورس‌ها پاس کردی، یه سری مهارت‌ها کسب کردی، یه سری پروژه‌ها توی اون کورس‌ها انجام دادی، همشون برای اون استاد مهمه. پس اونا رو هم سعی بکن دیگه. حالا میگم ناامید نشی، مثلا اینجوری بکنی وای من که ورک اکسپریانس ندارم. خب من 30 سالمه دیگه، من اگه ورک اکسپریانس نداشتم که من میرفتم تو جوب میخوابیدم. پابلیکیشن من اصلا ندارم، اینا همه چیزای تخیلیه. این پیپر attention is all you need که اصلا یه پیپر خفنیه، فکر نکنید من حتی پابلیکیشن دارم. پروژه‌هاتون اینجا ذکر میکنید که حالا من اینجا 2 تا نوشتم ولی خیلی بیشتر میتونه باشه. حالا میگم توی اون قسمت اصلیش شما تا 10 تا 15 تا حتی پروژه میتونید بذارید، چون این اون قسمتی که استاد بیشتر کیر میکنه. هانرز اند اواردز داریم و اسکیلز و سرتیفیکیت و اینا. میبینید دیگه تایملاینی نیست چون کسی کیر نمیکنه خیلی. یا هانرز اند اواردز دیگه مشخصه، رنک 1 شدید مثلا توی کارشناسی، مثلا ادمیشن فلان گرفتید، یا اسکیلاتون دیگه برای مثلا اینا رو بلدید. حالا باز اینا هم خیلی دوز اند دونتس داره، چه کار بکنیم چه کار نکنیم. مثلا یه چیزی که حالا همین الان توی ذهنمه اینه که توی اسکیلا میان درصد میذارن. مثلا من پایتون 80%م، خود سازنده پایتون ادعا نمیکنه 80% پایتون رو بلده، ولی بچه‌ها میگن 80%، من 80% انگار مثلا خوبه رو به بالا، نیاز به تلاش بیشتر فکر میکنن این شکلیه. ولی اینا رو اصلا درصد و اینا ننویسید. تاش خیلی بخواید مثلا بنویسید میتونید بنویسید 3 سال اکسپریانس، 5 سال اکسپریانس. باز هم با 5 سال اینا نمیتونید بنویسید اکسپرتم یا مثلا پروفشنالم. در حد همین که ذکر بکنید به نظر من کافیه. کسی نیاز به سطحتون نداره و کسی هم باور نمیکنه معمولا که شما بنویسید اکسپرتم تو ذهنش تاثیر بذاره وای محمد گفت من اکسپرتم تو پایتون پس بگیرمش. سرتیفیکیت ها رو هم داریم که خب دیگه توی سرتیفیکیت ها هم حالا هر چیزی که داشته باشید با لینکش ذکر میکنید. پس این میشه اون قسمت کوالیفیکیشن که کلی از این بخشا داره. باز میگم بخشای دیگه هم بر حسب شرایط خودتون ممکنه اضافه بکنید، اما این چیزایی که در اغلب رزومه ها شما میبینید. یه بخشی هم آخرش ادیشنال اینفورمیشن، میتونید توش رفرنساتون رو بذارید. مثلا اگه از یک فردی تو کل رزومتون یاد کردید، مثلا اینجا گفتید سوپروایزرم فلانیه، نمیدونم کلابوریتورم توی این پیپر بهمانیه، اینا رو میتونید اگه اوکی هستن که باشون تماس گرفته بشه میتونید توی بخش رفرنس ها ذکر بکنید، یا هم که میتونید فقط بزنید available upon request، یعنی میتونید اصلا ذکر نکنید، بگید آقا اگه خیلی به من شک داری به من بگو، من بهت رفرنس هم میدم. کلا بنای CV بر ارائه پروف نیست، بنای CV بر ارائه فرست ایمپرشنیه که منجر به رابطه بعدی بشه که حالا شاید تو رابطه بعدی ازت پروف هم بخواد. اما توی CV کسی ازتون شناسنامه و سرتیفیکیت کو لینکش من کلیک کنم چرا لینکش نیومد بالا نیست. حتی توی سرتیفیکیت شما میتونید لینک هم نذارید. بنابراین توی کل CV این قسم اینو داشته باشید تو ذهنتون که کسی دنبال این که مچتون رو بگیره نیست، دنبال صرفا اینه که شما خودتون رو نمایش بدید، حالا تصمیم بگیره وارد استپ بعدی که بیاد یه مقدار باهاتون بیشتر اینتراکت بکنه و مطمئن بشه شما واقعا خوب هستید، بیاد حالا اون قسمت رو طی بکنه دیگه. پس دنبال مچگیری و اینا اصلا نباشید که فکر بکنید الان استاد من اگه اونجوری مچمو بگیره چی، اگه اینجوری بکنه چی. اگر دروغ ننوشتید شما راحت هستید و کلا هم دروغ ننویسید، سعی بکنید. میگم بعضی این دروغه رو با اون هامبل بودن اشتباه می‌نویسن میگیرن، برای اینکه دروغ ننویسن دیگه کلا میکوبن کل سی وی شون و خودشونو اصلا نابود میکنن خودشونو. یه وقت با اون برام اشتباه نشه. هامبل نباشید ولی دروغ هم ننویسید.
اینم از این قسمت. پس دیگه اوورویو سی وی رو فهمیدید از چه قسمتایی تشکیل شده. یا همچین سی وی رو الان ببینید خیلی سریع میفهمید که هر بخشش برای چیه و یک دسته‌بندی خوبی تو ذهنتون شکل گرفته. الان دیگه قشنگ میفهمید که خب یه بخش اول سامری داریم، کوالیفیکیشن داریم، ادیشنال اینفورمیشن داریم. حالا تو این ادیشنال اینفورمیشن باید جلوتر صحبت می‌کنیم. ملت هابیاشونو میذارن، به نظر من خیلی جالب نیست. برای اپلای تحصیلی شاید برای چیزای دیگه جالب باشه. مثلا میذارن من شنا بلدم. خب شنا تو بلدی چیکار بکنیم؟ استادت مثلا میخواد فردا باید مایو بپوشه بیاد استخر، به درد کسی نمیخوره. برای هابی‌ها رو سعی بکنید ذکر نکنید توی این رزومه تحصیلی. کلا بعداً بیاید خارج میبینید خیلی عجیب غریبه. شاید استادتون رو با مایو هم ببینید، استادتون رو تو دستشویی میبینید، خیلی جای عجیب و غریبی میبینید که تو ایران نمیبینید. تو ایران ما استادا دستشویی جدا داشتن، اصلا یه دستشویی وی آی پی بود، اصلا آسانسورشون هم جدا بود، کلا از ما بهترون بودن. ولی اینجا خیلی همه در هم بر همه. وقتی میاد اینجا دوچار شد که فرهنگی نشید اگه استادتون رو تو دستشویی دیدید و یه سری موقعیت‌های آکواردی به وجود اومد. بریم سراغ سی وی رایتینگ تولز، بخش مورد علاقه من که به نظرم کلا انسان‌ها اصلا نمیدونم چرا اینو کیر نمیکنن و فکر میکنن همینجوری بریم یه کاری انجام بدیم دیگه اوکیه. اینایی که این کارا رو انجام میدن اسکلن، مثلا حوصله داریا، جواباشون اینجوریه. مثلا میگیم اینو استفاده کن، میگه حوصله داریا، همینی که دارم انجام میدم خوبه، نه خوب نیست و قطعا عقب میمونی. مخصوصا تو این دورانی که هزاران تولز اومده که بقیه استفاده میکنن. اگه دوران پارین سنگی می بودیم هممون یکسان بودیم آره، ولی الان یه سری تول ها وجود داره، یه سری داره استفاده میکنن. مثل دوران کمونیستا و کاپیتالیستا دیگه. کمونیستا یه گوشه نشسته بودن همینجوری میگفتن خوبه، همینجوری دوره همی هستیم. از این بر کاپیتالیستا داشتن هی مدام پیشرفت میکردن. خب بعد اینا به اونا نگاه میکنن میگن چرا ما اینجوری نشدیم؟ خب نشدی به خاطر همینه، برای من استفاده بکن. توی سی وی رایتینگ تولز ها دو تا قسمت ما بهتون میگیم. یکی تو قسمت اول خب یه سری تولز های آنلاین وجود داره که خودتون میتونید استفاده بکنید، مثل همین تولز هایی که هم میتونه استراکچر رو بهتون کمک کنه، مثل کنوا، مثل آنلاین رزومه ادیتورا، مثل اوورلیف که حالا من نوشتم نات ریکامندد که حالا توضیح میدم روی اینا. یه سری استراکچرش رو براتون فراهم میکنن، یه سری کانتنتش رو براتون فراهم میکنن مثل چت جی پی تی و کلاد. برای با اینا کانتنتش رو جنریت میکنیم، با اینا تمپلیت و قالب کلی رو. یه سری سرویس ها هم وجود دارن، پروفشنال سی وی رایتینگ سرویس ها. ملت میرن به یه سری آدما مثلا میگن علی اجازی بیا واسه من سی وی بنویس. خب خودت قطعا 1000 برابر من برای خودت دل میسوزونی. من هر جورم بهت بگم آقا من مهربونم بیا کمکت کنم و اینا، باز از خودت کمتر وقت میذارم. برای یاد بگیرید چیزی که قراره 10 سال باهاش سر کله، 10 سال چیه 50 سال شما رو رپرزنت کنه رو خودتون یاد بگیرید، بنویسیدش و مدام آپدیتش بکنید. چون مگه میخواید تا آخر عمر یه نفر بغلتون باشه، یه پروفشنال سی وی رایتر باشه همیشه درست کنه سی وی تون؟ و خیلی مهمه که سی وی رو خودتون یاد بگیرید، چون کاری یه بار و دو بار سه بار نیستش. چقدر تون حرف زدم، نفسم گرفت، ولی می‌خواستم خیلی سکشن طولانی نشه. بریم سراغ پس این قسمت که بهتون این تولزا و آنلاین تمپلیت‌ها رو بهتون بگم. اولین تولز که حالا اولش برای استراکچر قضیه‌تونه، یکیش کنوا، یکی آنلاین رزومه ادیتورای مثل رزومه دات آی او. من کنوا رو اصلا عاشقشم، اصلا در 3 ماه واقعا عشق در یک نگاه بود فکر میکنم. حتی دفعه اولی که باش کار کردم خیلی هم شانسی پیداش کردم، من خیلی دور بودم از این. یه یوتیوب دیدم، فاوندرش رو دیدم تو یوتیوب که خیلی جالب تعریف کرد که چجوری همچین چیز رو تأسیس کرده. رفتم نگاه کردم وا این همون چیز گم شده‌ای بود که من همیشه دنبالش بودم. توی کنوا کلا میتونید خیلی چیزا انجام بدید، خیلی از این گرافیک‌ها میتونید دیزاین بکنید با دانش خیلی کم، یعنی مثل فتوشاپ نیست بخواید 1000 تا چیز یاد بگیرید. من خودم 2 ماه دارم با این کار میکنم و خیلی خوشم اومده، خیلی گرافیک‌های بهتری نسبت به اولا تولید میکنم و این اپلای لینک هم همه چیزایی که ما براتون تولید میکنیم با همین کنواست و همین یادش بگیرید، خیلی به درد میخوره این جنرال و برای رزومه هم خیلی به درد میخوره. بیاید تو اینجا سرچ بکنید رزومه، براتون میلیون ها تمپلیت زیبا میاره که هر کدوم نگاه میکنی کیف میکنی. حالا بعضیاش به درد اپلای تحصیلی خیلی نمیخوره چون خیلی دیگه گرافیکیه، خیلی دیگه رنگیه، مثلا عکس داره. توی اپلای تحصیلی عکس خیلی جالب نیست قرار بدید. یه سریاش ورژن پرو داره، یه سریاش بیسیکه، میتونید بیسیکاشو استفاده بکنید، پول ندید، ولی ورژن پروش هم میتونید داشته باشید، خیلی خوشگل‌تره. ما بهتون یک سری ورژنایش که حالا پرو بوده رو ادیت کردیم و خودمون درست کردیم و بهتون میدیم. برای از اون لحاظم نگران نباشید. از این ورژن پروهای خیلی خوشگل، مثلا اینا ورژن پرو بوده، من گرفتم برداشتمش، کلی تغییرش دادیم و اینا در شده رزومه من. اینو باهاتون به اشتراک میذاریم، ولی نگران اون قسمتش هم نباشید. خیلی دیگه تمپلیت‌های دیگه هم داره که شما میتونید یکیشو بردارید، مثلا اینو. خیلی هم خوشگل نیست، مثلا این
بزنید کاستماایز دیس تمپلیت، شروع بکنید به کار کردن باهاش و متنتون رو بذارید اینجا و کار بکنید باش. یه مقدار طول میکشه تا با این قسمتاش آشنا بشید. یک دونه من ویدیوهای یوتیوب میخوام اصلا بذارم کلا کار با کنوا، هر چی تو این چند ماه یاد گرفتم و چقدر کمکم کرده، چقدر سریع شدم توش، بهتون یاد بدم. خیلی سریع برید کار بکنید باش و باشه رزومه یا هر داک دیگه که میخواید جنریت بکنید. اما برای کنوا یه همچین قضیه‌ای بود دیگه. غیر از این چی داشتم میگفتم این بر یکیش که خب کنواه که باش میتونید حالا غیر از رزومه چیزای دیگه هم جنریت بکنید. اما یه سری ابزارها هست ساخته شده فقط برای رزومه. حالا بعضیش پولیه بعضیش فریه. سرچ بکنید توی اینترنت آنلاین رزومه ادیتور مثلا، بعد کلی سایت میاد. یکی از سایتاش مثلا رزومه دات.io، این پولیه ولی من اینو به عنوان مثال آوردم براتون چون معروف ترینشه فکر کنم. در نهایت توی یه همچین چیزی میاد بهتون یک پلتفرمی میده که شما میتونید اطلاعاتتون رو سمت چپ مثلا وارد کنید به صورت یک باکس تور، مثلا کرییت نیو بزنید. حالا من دیگه الان میگه که باید پول بدید، ولی یه سری باکس میاره سمت چپ میگه جای خالی رو با کلمات مناسب پر کن. خودش سریع اینو تو قالب‌های مختلف بهتون میده که هدف اپلای لینک هم اینه که یه چیزی شبیه این برای مهاجرت تحصیلی درست بکنه براتون که بیاید توی سایت ما اطلاعاتتون رو قرار بدید، ما بهتون خیلی سریع نشون بدیم بگیم رزومه این شکلی میخوای دانلود بزن، رزومه این شکلی میخوای دانلود بزن، که لازم هم نباشه مدام برید ورژن های مختلف خودتون دیزاین بکنید. خیلی سریع این دیزاین براتون جنریت بشه با استفاده از اطلاعاتی که بهمون دادید. دیگه اصلا لازم نیست حتی با این باکس ها کار بکنید، خیلی راحت بدون یادگیری کنوا میشه براتون جنریت بشه. پس این برای استراکچرشه. اصلا من 1000 بار دیگه باز دوست دارم توصیه بکنم بهتون که حتما برید سراغش. ولی غیر از این که حالا استراکچر بهتون میده، کانتنتش با چت جی پی تی عزیز که همتون احتمالاً دارید باش کار میکنید و اگه کار نمیکنید واقعا براتون متاسفم، میتونید کانتنتش رو جنریت بکنید. برید توی چت جی پی تی. ما از دیشب همین رزومه خودم رو 1000 دور با چت جی پی تی ادیتش کردیم فکر کنم. میاد توی چت جی پی تی خودتون شرح میدید، میگید آقا من میخوام ورک اکسپریانسمو بنویسم مثلا توی چیز، این اون چیزایی که بلدم همه رو انگلیسی دست و پا شکسته بنویسید. مثلا من اینجا میتونم بنویسم I'm علی حجازیزو مثلا، بعد بنویسم مثلا 5 years of experience in natural language processing at affinity.co from 2011 to 2015. Write a work experience section for my resume. اینو یه همچین پرامپتایی میتونید بنویسید که باز یه جلسه آنلاین هم مثلا میخوام بذارم روی چت جی پی تی بیایم دونه دونه براتون جنریت بکنیم، بهتون یاد بدم قسمت‌های مختلف این چیزو چه پرامپتایی وارد کنید. در خیلیاتون بلدید، یعنی اصلا لازم نیست من بهتون چیز خاصی بگم، ولی گفتم برای اینکه طولانی نشه اونو بکنیم یه سکشن جدا، بیایم به داخل این بزنیم. خیلی راحت براتون اینو مینویسه، کی کانتریبیوشن مینویسه، بهتون توصیه میکنه چی رو بنویسید که ما هم توی اون رزومه خودمون همین شکلی نوشتیم. بعد یاد میگیرید اصلا نوع نوشتن رو یاد میگیرید. خیلی از بچه‌ها توی اینا داستان حسین کرد شبستری مینویسن، I am فلان and I go to school by bus and I did بهمان. اصلا یه جوری می‌نویسن انگار یه داستان نوشتن. بنابراین اون شکلی نباید باشه. وقتی به چت جی پی تی میدید خودتون هم داستانی بنویسید، این اینجا درستش میکنه. بعد اصلا خیلی چیزای دیگر هم رعایت میکنه که حالا توی دوز اند دونتس بهتون اونا رو هم میگیم. پس بیاید تک تک این قسمت‌ها رو با انگلیسی دست و پا شکسته برای بنویسید. مثلا همینجا من نوشتم هایلایتام اینا رو، شما هم بیاید خودتون رو شرح بدید، بگو حالا هایلایت بنویس. بعد می‌نویسه بگو حالا کوتاه‌ترش کن، بگو بلندترش کن. مثلا نگاه کن من بنویسم make key contributions shorter. بعد اینا رو مثلا کوتاه‌ترش میکنه، کمترشون میکنه، یه خطیش میکنه دیگه، 2 خط 3 خط نمیشه. مثلا اینجا نگاه کن دراز شده بود. همین میتونی بگی کمترش کن، میتونی بگی تو د پوینتش کن، باهاش صحبت کنید، در نهایت یک رزومه خیلی زیبا براتون جنریت میکنه. پس اینو حتما دریابید. بریم سراغ مهمترین قسمت دیگه. بیشتر از این قسمت رو طول ندم، اونم دوز اند دونتس. این قسمتی که همتون همینجوری برای خودتون یه چیزایی می‌نویسید و نیاز دارید که یه نفر بهتون بگه، چون هر جورم که من تا الان براتون سی وی رو شرح داده باشم و بهتون بگم چیکار بکن چیکار نکن، باز دوباره میرید یه سری کارهای عجیب و غریبی انجام میدید که خیلی مشترکه. پس بریم سراغ این قسمت. جنرال تیپس بهتون میدیم و اینجور چیزا. اول یه سری چیزاش خب جنراله برای کل سی وی تونه. سی وی تونه سعی بکنید 1 تا 2 صفحه بیشتر نشه.
3 صفحه مثلا خیلی یکم زیادتره، ولی انقدری هم کیر نکنید روی تعداد صفحه، بسته به اینکه تو کدوم لول هستید. مثلا اگه از کارشناسی دارید میرید به ارشد، نسبت به اینکه از ارشد دارید میرید به دکترا، خب قاعدتا رزومتون میتونه طولانی تر باشه. اگه کارشناسی میرید به ارشد مثلا 3 صفحه دیگه زیاده. تو مگه تو کارشناسی چیکار کردی 3 صفحه بخوای بنویسی؟ برای خیلی این لنگسشو بسته به اینکه سنتون چقدر اکسپریانس دارید میتونید کم و زیاد بکنید. یه چیزی نیست که وحی منزل اومده باشه. کلا هم همه این چیزا اکسپریانس دیگه. این اکسپریانس منه. یکی دیگه ممکنه اکسپریانسش متفاوت باشه، ولی اینا جنرال تیپایی که توی جامعه وجود داره. معمولا آدما میگن این چیزها درسته، ولی ممکنه برای یکی دیگه این کار نکنه. مثلا رزومتون هر 10 صفحه هم بنویسی ممکنه یه استادی بخوندش. دیگه نگاه بکنید به اینجور چیزها. بعد اون ارتباطات دیگه، اون اینفورمیشنی که مرتبطه، اونا رو پرایورتایز کنید، بیارید اول. سکشن ها مهمه. نیاید مثلا رفرنس ها رو بذارید اول، نمیدونم یا چیزای بی ربط رو بذارید اول. سعی بکنید این ترتیبه رو نگاه بکنید، ببینید مخاطبتون کیه، ترتیبش رو رعایت بکنید که حالا ما این ترتیبی که براتون تو رزومه گذاشتیم اون ترتیبیه که پیشنهاد میدیم بهتون انجام بدید. اما شما خودتون هم ممکنه فکر بکنید یه استادی رو بشناسید، فکر کنید مثلا پروژه‌هاتون براش خیلی مهمه، پروژه‌هاتون اول بذارید یا تو صفحه اول بذارید. یا فکر کنید مثلا اکسپریانس، اصلا ورک اکسپریانس براش مهم نیست، بندازید صفحه سوم اصلا. برای اینو باید نگاه بکنید ببینید مخاطبتون که یک کم جای جابجایی داره، ولی اینجوری هم نیست که دیگه ورک اکسپریانس رو بندازید اولین سکشن یا بندازید آخرین سکشن. یکی دو مثلا 2-3 لول جابجا میشه. دیگه الکی اینفورمیشن الکی ندید، چیزایی که ربط به طرف نداره اینا رو بندازید دور، روش زمان بذارید در کل و این اطلاعات رو پاک بکنید. کوالیفیکیشناتون که خیلی دیگه خارق العاده است و دوست دارید توی یه نگاه ببینه، سعی بکنید هایلایت بکنید. هایلایت به یک روش‌های مختلف، ممکنه بولدش بکنید، ایتالیکش بکنید، ممکنه 2 ستونش بکنید بهتر دیده بشه، ممکنه رنگی بکنید یه سری جا رو. به هر حال هایلایتش کنید، یه جوری به طرف بیشتر نشون بدید یه سری قسمت‌ها رو. رزومتون تصورتون این نباشه که یه نفر قراره از خط اول به بسم الله شروع کنه بخونه تا ته و در نهایت تو تمام این مدت هم تمرکزش رو نگه داره. اما اول یه نفر رزومه رو میبینه، سری چند تا پوینت رو فقط میبینه. پس خودتون به عنوان یه مخاطب نگاه کنید به رزومتون، ببینید هم اول نگاه میکنید به رزومتون آیا چند تا چیزی که شما خیلی توش خارق العاده هستید دیده میشه یا نه. اگه دیده نمیشه سعی بکنید یه کاری بکنید دیده بشه دیگه. پرسونال پروناونز رو حذف بکنید. آی، وی، نمیدونم شی، هی، اینا رو بندازید یه مقدار کمتر، دور ازش دوری بکنید. کلا پروناون خیلی چیز جالبی نیستش. با اکشن وربز شروع بکنید که حالا مثالاشو میبینید. و نراتیو استایل هم نداشته باشید، یعنی نه یه ناوی رمان بنویسید مثل رمان‌های پریچهر که محمد اومد، محمد عاشق لیلا شد، حسن فلان شد. نراتیو کسی دنبالش نیست، همه دنبال بولت پوینتن. این چی شد؟ به من سریع بگو. آقا این کار کردی، اونم انجام دادی، اینم این کار کردی، تموم دیگه. قبل و بعدش و چی شد به اونجا رسیدی و اینا اصلا مهم نیست برای طرف که شما چه سختی‌هایی کشیدید تا این پروژه انجام شد، چه شب بیداری‌هایی کشیدید. اونا رو بندازید دور و کلاً هم افکتیو باشید دیگه. یعنی پوینت کلام افکتیو بودنه. توی جنرال تیپس ها قسمت دوم پروفشنال فرمتینگ. ماشاءالله شما نگاه میکنم توی رزومهاتون هر کسی یکی صورتی کرده چون باربی دوست داره، یکی دیگه مثلا قهوه‌ای کرده حبیب دوست داره. یه فرمتینگای انتخاب کردید که سلیقه شخصی انگار خودتون میخواد خوشتون بیاد. اون استاده با مثلا رزومه برای شما نیست. شما رزومتون تا صبح نگاه کن به چه درد میخوره، خودت میخواد خودت استخدام کنی، به درد خودتون که نمیخوره، برای طرف باید نگاه بکنید ببینید چه جوری داره میبینه. برای فونت‌های درست استفاده بکنید، فونت خیلی ریز نذارید، فونت خیلی درشت نذارید، کانسیستنت باشه فرمتینگتون. یه جا رو قرمز نکنید، یه جا رو آبی کنید، یه جا رو صورتی. کلا طرف میبینه باید کیف کنه. ه کسر رو بالا توی فارسی مثلا بگم ه کسر همینجوری اشتباه می‌نویسن، مثلا توی انگلیسی هم همینجوریه. یه سری اشتباه خیلی زایه دارن که تو متن به چشم میزنه. اینا رو سعی بکنید نداشته باشید. کلا نگاه می‌کنی بعد خوشت بیاد دیگه. کلا فرست ایمپرشن شما ماشاءالله هر کسی رو نگاه می‌کنی اما بعد قیافتاً جاجش می‌کنی دیگه. اینا هم همینجوریه. اون رزومه شما در واقع قیافه شما رو هم داره نشون میده به طرف. و در نهایت کانتنتی که توی سی وی تون میذارید یه چیزی نیست که مثل قرآن یه دونه ورژن ازش باشه. حالا این البته آتئیستا بر نخوره، به خود من شاید بر بخوره، ولی این نیست که یه ورژن ازش بسازید بگید این ورژن برای محمد و تقی و حسن و نقی و همه باید کار بکنه. شما ممکنه برای استادای مختلف ورژن های مختلف بسازید، وقت بذارید روش. حالا قرار نیست هر استادی که پیدا کردید
200 تا استاد اگه میخواید براشون اپلای کنید، برای 200 تا بیاید 200 تا ورژن دیگه سی وی بسازید. تا اون موقع شما بسازید اپلای که هیچی، عمرتون هم تموم شده، رفته، خداحافظی باید بکنید. برای با یک ترید آفی رو نگه دارید. استادایی که خیلی براتون مهمن، شانس بیشتری دارید، بیشتر وقت بذارید، یه سری رزومه‌های تیلورد اون شکلی بسازید. 3 تا ورژن مثلا از رزومتون بسازید. یه ورژن مثلا برای نچرال لنگویج پروسسینگی که بهش علاقه‌مندید، مثلا یه گرایش خاصی بهش علاقه‌مندید بسازید. یه ورژن دیگه برای یه چیز دیگه. یه استادی از خیلی فکر میکنید ازش خوشتون میاد و اونم خیلی مثلا حس میکنید از شما خوشش خواهد آمد، حدستون اینه، براش خیلی بیشتر وقت میذارید، مقاله‌اشو میخونید، توی رزومتون یه چیزهایی که به مقاله هاش ربط داشته باشه رو هایلایت میکنید، بیشتر سعی میکنید اون جنبار نشون بدید. پس یه ترید آفی رو نگه دارید، نه زیاد دیگه از اون بر بیافتید، نه زیاد از این بر بیافتید. قرار نیست یه ورژن داشته باشید، میتونید 3 تا 5 تا 10 تا ورژن داشته باشید، ولی خودتون هم الکی خسته نکنید. پس کانتنتش یک ورژن نیست، 10 تا ورژن ممکنه داشته باشید. دیگه سی وی سکشن ها که حالا این چیزایی که حالا اینجا که بحث کردیم جنرال تیپس بود، مال همه سکشن ها بود، مال یه سکشن خاص نیست. اما بریم سراغ سکشن هایی که شما ماشاءالله همینجوری هر کدومو اشتباه می‌نویسید و نکته هاشو بهتون بگیم که یه سریاشو گفتم بهتون، ولی خب اینجا می‌خوایم دقیق هر قسمت رو بگیم که یک بار برای همیشه این وبینار رو گوش بدید تا آخر عمرتون دیگه بس باشه، آدما اصلا بیان سراغتون بگن برای ما رزومه بنویس و خودتون هم هر دفعه رزومتون رو نگاه می‌کنید کیف بکنید که هیچ کس ازش نمیتونه ایراد بگیره. حالا شاید هم ایراد بگیره، بهتر به انتقادها اوپن باشید، نارسیسیست هم نشید. بریم سراغ کانتکت اینفورمیشن. اولا یه پروفشنال نیم بذارید، نه اینجا لقبی چیزی اگه دارید، نمیدونم خودتون رو یه چیزی میگید، نیک نیم اگه دارید هیچ وقت اینجا نذارید اسم و خلاصه و یا مثلا حتی اگه اسمتون طولانیه، من یکی از دوستام هست چیز فامیلیش هست بنایی مقدم فریمانی، لازم نیست فامیلیش اینه ها، تازه اسمش هم هنوز مونده، بنایی مقدم فریمانی رو لزوما تو رزومه بذارید، نیست بنایی، حالا مثلا بعداً میفهمه بنایی مقدم فریمانی، پلیس اف بی آی نپرسیده ازت اسمت چیه که مثلا دقیق همه‌شو من باید بگم تا تهشو، بگو بنایی هستم، حالا بعداً میفهمه بنایی مقدم فریمانی، با هم دیگه میخندید. برای اینجا سعی کنید خلاصه نگه دارید، خیلی حالا ارق ملی و ارق به قبیله و طایفه نداشته باشید، آپ تو دیت باشه کانتکت اینفورمیشنتون. دیدم بچه‌ها مثلا لینک چیزشون عوض میشه، ایمیلشون عوض میکنه، مثلا ما بچگیامون ایمیل عجق وجق انتخاب کردیم، الان میام یکم پروفشنال ترش میکنیم، مثلا یه ایمیل عجق وجق اینجا انتخاب کرده، بعد بعداً عوض که میشه دیگه اینجا آپدیتش نمیکنه. سعی بکنید سی ویتون هر چند وقت یه بار چک بکنید، آپدیتش بکنید، ایمیل ادرساتون پروفشنال باشه، مثل اسمتون نه اسم عجیب وجق بذارید، محمد خطر مثلا @gmail.com، امیر نمیدونم فلان امیر 206 @gmail.com، پروفشنال باشه دیگه. بگید ملت چی میذارن اینجوری حجازی داد علی، به نظر من پروفشنال ان شاء الله که هست دیگه. اکسسیو پروفشنال اینو از همه بیشتر میبینم. پرسونال اینفورمیشن اضافه چی میذاره؟ یکی آدرس خونه‌شو تا پلاک میذارن، بعضیاتون دیدم بهتون رزومه نشون بدم برگاتون میریزه که بعضیاتون میذارید تا پلاک خونه رو میذاره اینجا. مگه مثلا استادت مگه میخواد مثلا چیکار کنه با خونت؟ چی دردش میخوره؟ شب مثلا بیان خونه شما مهمونی، هیچ به درد هیچ کس نمیخوره. در حد تقریبی که من ایرانم، تهرانم فلان، حتی تهرانش هم اضافه است، شاید بعضی جا بزن ایرانم، بزن تهران تو ایرانم، بیشتر از اون نذار، مریتال استاتوس نذار، من سینگلم، این ریلیشنشیپم، اوپن ریلیشنشیپم، حالا معلوم نیست ببینیم خدا چی میخواد، نمیدونم یه چیزای اینجوری میذارن، عجیب غریبه. خیلی واقعا من یه رزومه‌ای دیدیم این مدت که الان دارم اینا رو میگم، قبلا به اینا میخندیدم و میگفتم مگه کسی هم هست اینا رو بذاره، الان چون میبینم میذارید ماشاءالله این کارو میکنه. یکی بود برای ما رزومه فرستاده بود، شماره شناسنامه‌شو گذاشته بود، باورتون نمیشه، شماره شناسنامه من چیکار کنم با شما شناسنامه تو؟ دیت آف برث نذارید اصلا، سن و اینا جاجمنت میاره، برای همین میگن تو رزومه عکس نذارید، عکس جاجمنت میاره. یکی ممکن استاد ببینه واقعا ممکن خوشش نیاد قیافتون و ممکن یکم روش تاثیر بذاره، نذارید عکسو. و در حالی که گفتم نیک نیم و اینا هم نذارید. مثلا دوزندونس این میشه مثلا اون چیزی که بده. علی سوپر استار حجازیزو، من پی اچ دی دارم، ماشین لرنینگ، ام بی ای دارم، پی ام پی دارم، یه تایتل خلاصه باشه، تولد گرفتم، سینگلم، سایتم partyanimal.com، آدرس دقیق، نه شسته رفته و اون چیزهایی که بهش ربط داره، I love cats @email.com، نمیدونم محمد خطر، اینا رو بذارید کنار. تو قسمت هایلایت ها بریم سراغ قسمت بعدی که هایلایت داریم. تو قسمت هایلایت ها سعی بکنید که خلاصه باشه،
این اون قسمتی که بیشتر از همه میتونید تیلوردش کنید، چون اولین چیزی که استاد میبینه اون قسمت هایلایت هست. میتونید برای هر استاد کل رزومتون رو ثابت نگه دارید، برای مثلا استادای مختلف 10 تا ورژن هایلایت مختلف در بیارید. مثلا میگید برای استادای کانادا اینجوری هایلایت میکنم، برای استاد کاتگوری‌های مختلف در بیارید که یه مقدار جنرال تر باشه. تک تک برای هر استاد اومدن این کار رو کردن یه مقدار وقت میگیره، ولی کاتگوری در بیارید، مثلا استادای کانادا، استادای آمریکا، استادای استرالیا 3 تا ورژن مختلف باشه، اون باز بهتره. بیشتر برای استاد، برای اون اینستیتوشن سعی بکنید تیلوردش کنید، خاصش بکنید، چکشکاریش بکنید. اکشن وربز استفاده بکنید، داستان نمیشید اوورلود دوباره مثل قبل نداشته باشید. اینداستری اسپسیفیک وکابیولری نداشته باشید. یعنی مثلا دیدم بچه‌ها تو اینجا یه سری کلمه‌ها میذارن که خیلی دیگه آدم‌هایی که دقیقاً تو اون زمینه خیلی فعالیت دارن میکنن میدونن. سعی کنید از اونها دیگه دوری بکنید. اگه دارید اون چیزها رو میگید یعنی خیلی وارد دیتیل شدید. رزومه شما دیگه قرار نیست همه دیتیل ها رو هم پوشش بده. خیلی هم ولی جنرال نباشید. یعنی دیدم بچه‌ها دیگه باز از اون ور خیلی جنرال می‌نویسن. مثلا من ماشین لرنینگ انجینیرم. همین. خب این خیلی دیگه جنراله. بیشتر باید توضیح بدید. ماشین لرنینگ انجینیر مثلا تو دنیا ریخته. بگو چند سال سابقه داری، توی چه زمینه‌ای داری کار می‌کنی، تک تک بگو. مثلا اگه نچرال لنگویج پروسسینگ داری کار می‌کنی چند سال سابقه داری. اینا خیلی کمک می‌کنه که یه مقدار بیشتر بدون از کوالیفیکیشن و کاری که انجام دادی. بعد دیگه تو قسمت ریسرچ اینترست خیلی نه تعداد زیادی ریسرچ اینترست بی ربط و همینجوری همه رو پشت هم دیگه بنویسید. سعی کنید مرتبط باشه دیگه. مثلا این دوتا قسمت که سامری شماست گفتم میتونید برای استاد خاصش بکنید، برای استادای مختلف ببینید رو تغییر بدید. مثلا اگه یه استادی دارید اپلای میکنید بهش بیشتر تو کار تکسته، نه کامپیوتر ویژن همونجا بنویسید. و کلا هم شما اینجوری نیست که از الان گرایشتون رو انتخاب کرده باشید و بدونید دقیقاً چی میخواید. شما با استاد کامپیوتر ویژن اپلای میکنید، به نچرال لنگویج پروسسینگ اپلای میکنید، و انواع اقسام استاد اپلای میکنید. این رو بیاید تغییر بدید با اون، چون شما خودتون قرار نیست از الان دیگه وحی منزل رسیده باشه که شما قرار باشه NLP کار بکنید. میتونید چیزهای مختلف بذارید این داخل و هر دفعه هی تغییرش بدید. دوز اند دونتس دوباره. مثلا نگاه یه چیز بد اینه. کار توی چند تا کمپانی کار کردم، اکسپریانس دارم، چند تا هم پروژه نوشتم، یه سری کامیونیکیشن اسکیل هم دارم. این خیلی جنرال و بی ربط و بدون اسپسیفیک چیزا، بدون اینکه دقیق مشخص باشه. یا ریسرچ اینترست چیزای بی ربط میذارید. مثلا من به ساینس علاقه‌مندم. خب چرا ساینس زحمت کشیدی؟ یا ریلیجن علاقه‌مندم. اینجا اومدم اسکرین شات گرفتم متأسفانه افتاده. مثلا اینترستدم به مثلا سویمینگ، به فلان. ریسرچ اینترست رو چیزایی که خیلی ربط ندارم نذارید باز دوباره. اصلا اینجوری نکنید، تمیز و مرتب. education این قسمت خب باز اینم خیلی مهمه برای اپلای تحصیلی دیگه. زیاد دیتیل نذارید. یه سری دیدم بچه‌ها اونایی که educationایی که مثلا ongoing یعنی هنوز تموم نشده رو نمیذاره طرف. انگار باید وایسه تا تموم شه. شما موقعی که اپلای داری میکنی برای سال بعد اپلای داری میکنی، پس مدرکت اصلا تا سال بعد که اصلا تموم نشدی، تو هنوز داری میخونی. برای یه سری چیزاش آنگوینگه که تو اینجا مشخص میکنی و کلا هم یه فرمتینگ خوب بذارید اینجا. همه رو پشت هم دیگه ننویسید. مثلا من دیدم بچه‌ها میان اینا رو همه رو پشت هم می‌نویسن. بچلر آف این خوبه هنوز یک کم. می‌نویسن بی سی اف این ات 2011 مثلا فلان بهمان ات یونیورسیتی اف آلبرتا، همه رو پشت هم می‌نویسن. یه فرمتینگ خوب پیدا بکنید که حالا مثلا ما اینجا گذاشتیم، چون اطلاعاتی که تو ایژوکیشن و اکسپریانس قرار میگیره خیلی زیاده. اگه فرمتینگ درست نداشته باشید خاناییش خیلی کم میشه. سعی بکنید این رو رعایت بکنید که اینجا مثلا چیزای مختلف بذارید. بعضی از اینفورمیشن هم ایرلوونته. دبیرستان شما برای اپلای تحصیلی به مثلا ارشد برای هیچ کس مهم نیست که شما معدلتون شده 19 و 97 توی پیش دانشگاهی مثلا فلان مدارس آینده سازان، مثلا برای کسی اینا مهم نیست. اینا رو حذفش بکنید. تمام ایژوکیشنتون هم قرار نیست بذارید. مثلا دبیرستان رو دیدم خیلیاتون میذارید که مثلا رزومه من این هستش. اکسپریانس هم خیلی شبیه همونه. دوباره یعنی بیشتر چیزایی که گفتم توی ایژوکیشن توی اکسپریانس هم میخونه، ولی توی اکسپریانس چون یه مقدار اچیومنت هم هستش، توی ایژوکیشن اچیومنتتون تاش همین معدله. خیلی چیز دیگه نمیتونید اینجا زیاد بنویسید و تزتون مثلا یه تزی فقط موضوعشو بنویسید. ولی توی اکسپریانس خیلی میتونید مانور بدید و مثلا
بیاید کوالیفیکیشن های مختلف رو بنویسید. سعی بکنید اچیومنت هایی که اینجا می‌نویسید هایلایتشون کنید و کوانتیفایشون کنید. یعنی بگید مثلا من این کارو کردم، این مثلا ورک اکسپریانس منه، حالا بخش اینجا مثلا پراجکتس نوشتم ولی این اکسپریانس باید باشه. اینجا دیگه انقدر تون گرفتم اسکرین شات گرفتم اشتباه شده، ولی مثلا باید بنویسید که مثلا این اکسپریانس منه، حالا بذارم اینجا بیارمش بهتره. این اکسپریانس منه، توی این شرکت کار کردم، ماشین لرنینگ انجینیر بودم 5 سال اینا، و بیاید کوانتیفای کنید چه کاری کردید، چه اچیومنتی داشتید. مثلا یه تیم رو اومدم لید کردم، فلان چیز رو 15% افزایش دادیم، با این تیم کار کردم، فلان مثلا هدف رو بهش رسیدیم. کوانتیفای کردن تو اینجا مخصوصا برای اپلای کاری باز خیلی مهمتر هم هستش تا توی اپلای تحصیلی. پس توی ورک اکسپریانس سعی بکنید فرمتینگ داشته باشید و اینا هم دیتیل باشه، کوانتیفایش بکنید. این کوانتیفای کردن اصلا مهمتره. این بخواید یه نکته از بخش ادویکیشن و اکسپریانس ببرید خونتون، میشه همین کوانتیفای کردنه که یه چیزی می‌نویسید دقیق مشخص باشه، این رو هوا نباشه. مثل این آخوندا که میگن مثلا فلان چیز بهترین است، خب این بهترین است بیستان چی؟ مثلا چرا؟ اصلا هیچ مشخص نمی‌کنن. مثلا فلان متریک رو ما اومدیم بهتر کردیم. شما تو پروژه‌تون اگه اینجوری بنویسید کسی نمیفهمه. بعد مثلا تو این کاری که انجام دادم فلان چیز را اینقدر بهبود دادیم. کوانتیفایش بکنید. رو هوا که می‌خوام چیکار کنم؟ برای این کلا هم گفتم رزومه بیستان تراسته. تراست وقتی به وجود میاد که شما وارد دیتیل بشید. همینجوری یه چی رو هوا بگید اتفاقا طرف تراست نمیکنه. رزومتون اصلا دیگه اینجوری میگه من بیام یک سال برای این وقت بذارم آیا این چیزی که این میگه درست باشه یا نباشه، یا بفهمم چی است یا نیست، وقت نمیذاره براتون. پس سعی بکنید همه چی رو این قسمت‌ها رو یه مقدار دیتیل بیشتری بذارید. پراجکتس همین قسمتی که حالا به ورک اکسپریانس هم یه مقدار ربط داره، خیلی شبیه اون میشه. دوباره اینا هم همون شکلی باید تایتل پروژه‌تون رو بزنید کجا انجام شده، چه زمانی انجام شده. باز این شاید زمانش هم انقدر مهم نباشه ولی باز خوبه بذاریدش و توش بنویسید دقیقاً چیکار کردید. فعلاش رو فعلای اکشن ورب استفاده بکنید، ننویسید I conducted an in-depth study، بنویسید conducted an in-depth study. اکشن ورب طور بنویسید. حالا یکم این تکستای رزومه منو ببینید خیلی بیشتر متوجه میشید. collaborated successfully مثلا published، اینجوری بنویسیدش، اکشن ورب باشه. گفتیم هم جنرال نباشید، کلمات قلمبه سلمبه استفاده نکنید، ولی همه چی کوانتیفای تور باشه که اون اچیومنتتون چی بوده دقیقاً. پراجکت بعد مثلا من روی اینا کار کردم، یه سری اینجوری انجام شد، این خیلی جنراله، خیلی فرمتینگش هم بده. اینو کسی ببینه اصلا خوندنش هم سخته، خیلی چیزی هم نمیفهمه ازش. اینو ببینه خیلی سریع دستش میاد که شما چی کاره کردید، بعد از علاقه‌مند میشه بیشترم بخونم. میگه چه جالب، مثلا این پروژه رو انجام دادی تو این موقع، برام بخونم 20% مثلا فلانش کردی، فلان قسمت رو ایمپروو کردی. میفهمه که اونو انجام دادی، میفهمه که برات مهم بوده اون پروژه، میفهمه که روش وقت گذاشتی. و وقتی این تراسته رو به طرف مقابلت میدی، طرف میگه چقدر این مثلا روی این چیزا وقت گذاشته، خب حالا بهش ایمیل بدم بگم بیا مثلا مصاحبه، بیا بیشتر صحبت بکنیم. مثلا خودش علاقه‌مند میشه که با تو صحبت بکنه. طرف باید حال بکنه دیگه. یه قسمت از این کل پروسه کار و تحصیل و اینا اصلا طرف با شما حال بکنه، آدمی باشه که بهش بخوری. وقتی نگاه بکنه ببینه مثلا این چیزو بی خود همینجوری نوشتی، میگه این فازش به فاز من نمیخوره. اچیومنت ها رو دوباره بنویسید. اچیومنت ها رو خیلی پوینت وارتور بنویسید، یعنی در حد مثلا یه خط، بیشتر خیلی واردش نشید. یه خط بنویسید من این کار کردم، اینجوری شدم و فلان بهمان شدم. زیادم ویگ نباشید دیگه. اگه تونستید دیتس بذارید، ولی خیلی واجب نیست تو اچیومنت دیت بذارید، یه چیزی که تو زندگیتون باهاتون هستش. و اگه تونستید کوانتیفایش بکنید، ولی باز اچیومنت هم خیلی کوانتیفیکیشن لازم نداره، مشخصه دیگه. مثلا رنک 1 شدم، فلان چیزو بهم دادن، المپیاد این کار کردم. این آنرز اند اواردز فقط تنها چیزی که بعد میبینم تو بچه‌ها اشتباه خیلی میکنن، چیزای بی ربط میذارن. مسابقات احکام توی مثلا محلمون اول شدم، فهمیدم نماز 14 رکن داره، نمیدونم نماز چند تا رکن داره، میتونم 1 دقیقه زو بکشم. حالا اینا خیلی اومدم اونوری کردمش، خیلی اگزاجره کردم که متوجه بشید، ولی یه همچین فازی داره واقعا براتون که مثلا من 1 دقیقه میتونم نفسمو نگه دارم. یه اواردای عجیب و غریبی مینویسید، من اینجوری خب اصلا این به طرف اهمیت نمیده. جالب است، بامزه است براشا. شاید برای شوخی و مسخره بازی اگه بخواید یه جایی بفرستید، ریسک بکنید که طرف از بامزه بودنش خوشش بیاد. این کارو برید انجام بدید. معمولا تو دیزاین این کارا رو میکنن کسایی که
شغلشون دیزاینه و با خلاقیت سر کار دارن. تو اینجور چیزایی که تو انجینیرینگ و اینا که یه مقدار خشک‌تره، کسی از این چیزا خیلی خوشش نمیاد، چون اوردی وقت نداره، اعصابش خورده. ما این مهندسا شب شاید با زنمون دعوامون شده، همه چی رو جدی میگیریم، نمیدونم فرداش صبحانه نخوردیم اومدیم سر کار، یه مقدار خشک‌تره. اون که با دیزاینر خیلی گوگلی ان، همه چی صورتیه براشون، همه چی خوشگله، زرد، قرمزه، اونا شاید اینا رو دوست داشته باشن و دیدم تو رزومه‌هاشون و به نظرم هم جالبه. ولی به عنوان مهندسی اینا نگاه بکنید ببینید طرف اصلا فاز شور اصلا اینجوریه که من با تو بهتون برمیگرده، بهتون بگه آیا من با تو شوخی دارم یا از سنت خجالت بکش یا نه. اگه دیدید فاز شوخی داره انجام بدید. جالبه، رزومه جای خلاقیت زیاد داره. پابلیکیشن ها رو بذارید. پابلیکیشن ها حالا شبیه همین فرمت سایتیشن بذارید، یعنی برید توی اسکالر .google اون رو پیدا بکنید، مثلا ترانسفورمرز پیپر، اینجا یه قسمت سایت داره، اینو کلیک کنید با هر فرمتی که میخواید، خیلی فرمت شمال زیاد مهم نیست، یکی از این فرمت ها رو بردارید اونجوری سایتش بکنید. این استاداتون خب چون با این فرمت بیشتر از همه آشنان، لازم نیست اصلا برید خیلی خوشگلش بکنید، قشنگ همه چی رو جدا بکنید، کی آثرشه کی آثرش نیست. دقیقا همین فرمت رو بذارید و استادی که مثلا قراره این رو ببینه خب آشناه با فرمت پیپر و اینا و دقیقا میدونه که این چیزی که نوشتید معنیش چیه. اتفاقا شاید با این خیلی راحت ترم باشه. پس این پابلیکیشن ها دیگه لازم اصلا دوز اند دونتس نداره، پیپرتون رو پیدا بکنید اینجوری سایت بکنید، دیگه شکل بد و خوب نداره، چیزی غیر از این نیستش. سعی بکنید اسم خودتون هم اگه اینجا هست مثلا بولدش بکنید که مشخص بشه آثر اولید یا آثر دوم بودید، چون این یه مقدار مهمه برای استادا. پس میتونید اسمتون رو فقط اینجا بولد بکنید که من بولد نکردم چون مثلا پیپر ندارم. و در حالت سرتیفیکیت ها رو داریم. سرتیفیکیت ها یه چیزی که اشتباهی که من تو بچه‌ها میبینم اینه که فکر میکنن سرتیفیکیت حتما باید یه برگه‌ای باشه روش مهر اصالت کالا خورده باشه تا اینا مثلا بتونن بذارن تو رزومه‌شون. هر کورسی پاس کردید بذارید، اصلا لینک هم نمیخواد بذارید. این اینجوری نیست بره کلیک بکنه وای سرتیفیکیتشو نداشت خداحافظ. اون جاییه که طرف نگاه میکنه میگه چه جالب رفتید سراغ اینا. اگر شک بکنه مثلا ببینه معدل شما 12 اینجا 200 تا سرتیفیکیت اومدید وارد کردید، اون ما خب شک میکنه میاد بیشتر وارد میشه، ازتون شاید یه سری چیزها بخواد که مطمئن شه شما اون چیزی که میگید هستید. ولی اغلب مواقع خب سرتیفیکیتاتون با رزومتون میخونه، بنابراین نیازی اصلا به اثباتش هم ندارید. پس میتونید هر چیزی که پاس کردید، هر سرتیفیکیتی که گرفتید، فارغ از اینکه اصلا اون سایت بهتون سرتیفیکیت میده یا نمیده اینجا بذارید. دنبال اون برگ کاغذه نباشید. برگ کاغذه که هر کسی میتونه جنریت بکنه، چه درد میخوره. تنها چیزی که باز اینجا شاید دوباره ربط داشته باشه مثلا اون اچیومنتس هاست. چیز سرتیفیکیت های به درد نخور اینجا نذارید. سرتیفیکیت فیلا سرتیفیکیت انگار نقی معمولیه. من سرتیفیکیت فیلا دارم. بذارم سرتیفیکیت دیدم، سرتیفیکیت کشتی من دیدم آخه گذاشتن. بعد اینجا داشتم اینو می‌نوشتم یادم اومد از سرتیفیکیت فیلای نقی معمولی. من فیلا اینا رو نذارید. مثلا اگه توی سویمینگ دارید، اگه توی شطرنج، مثلا بچه‌ای که شطرنج بازی میکنن چون خیلی عرق ملی دارن به شطرنج، حالا من خودم شطرنج باز نیستم ولی بیشتر دیدم خیلی دوست دارن، خب خیلی علاقه دارن بهش، خیلی فرضی. بعد دیدم جای مختلف خب میخوان بذارنش، میذارن اینجا. خب بدین به چه دردش میخوره؟ نذارید اینها رو هم. و در نهایت بکنم آخرین سکشنه، اونم اسکیلزه. دوباره توی این قسمت میتونید اسکیلاتون رو کاتگورایز بکنید و این کارو حتما انجام بدید. نه 1000 تا اسکیل رو پشت هم دیگه بنویسید. اسکیلاتون رو کاتگورایز کنید تو قسمت‌های مختلف: پروگرامینگ، فریم ورک، کلاود، NLP، منیجمنت. حالا تو رشته‌های مختلف. این چیزی که من دارم اینجا می‌نویسم بیشتر برای انجینیرینگ و پروگرامینگ و کامپیوتر ساینس و ایناست. ولی برای رشته خودتون دیگه باید ببینید که چه کاتگوری‌هایی میتونید قرار بدید توی اینجا. خیلی اسکیلایی که دیگه مثلا همه دارن رو ننویسید. ویندوز ننویسید اینجا. ورد، پاورپوینت، نه دیگه میخوای اونا رو هم بلد نباش. مثلا من بلدم با ویندوز کار کنم، استارت، اونا رو نذارید توی اینجا. چیزایی که یکم مرتبط تره، اسپسیفیک تره، اونا رو بذارید این داخل. دیگه سافت اسکیل هم میتونید بذارید، یعنی اینا هم مثلا اینا چیزایی که من گذاشتم هارد اسکیله. ولی اگه منیجمنت مثلا یه چیز خیلی مهمیه، یه سری اجایل مثلا چیزهایی هستش که مهمه توی اون چیزی که دارید اپلای میکنید، میتونید سافت اسکیلا رو هم بذارید. و خلاصه دیگه دوباره گفتم دیگه کاتگورایز دیدم چیزایی که دیدم اینه که کاتگورایز نمیکنن و اسکیلای بی ربط میسازن. مثلا میزنه من میتونم چه میدونم با دستام شکل
اژدها در بیارم، سایه بندازم شکل اژدها بشه، به چه درد کسی نمیخوره. دوباره این چیزا بی ربط رو نذارین دیگه، کل پوینت من خیلی بی ربطاش رو زیاد گفتم. حالا هم رفرنس رو دارید، توی رفرنس ها یا نذارید، مثلا مثل اینجوری بزنید available upon request، یا اگه میذاریدش سعی بکنید که اینجا هم کانتکت اینفورمیشن حالا بذارید، هم از طرف اجازه بگیرید که آقا من مثلا میتونم بذارم، یا اگه یا حداقل حدس بزنید که طرف اوکیه چون سوپروایزرتونه. مثلا اگه فکر میکنید طرف احتمالاً اوکی نیست ازش اجازه بگیرید بذارید. من خیلی وقتا رفرنس ها رو نیاز نیست بذارید، واقعا من خودم نمیذارم توی رزومه‌ام، ولی توی این رفرنس ها کسایی که توی رزومتون منشن کردید رو میتونید اینجا قرار بدید با کانتکت اینفورمیشنشون و دیگه رفرنس بدید. فقط این رفرنس ها رو دیگه مثلا نه دوستاتون رو بنویسید، مثلا یه چیزی که شاید یکم شک باشه، شاید دوستتون مثلا کلابوریتورتون باشه، ولی ننویسید دیگه مثلا بست فرند منه محمد بست فرند من رفرنسمه، مامانم شهلا رفرنس منه مثلا. یا آدمایی رو که ربط دارن و ممکنه طرف شک بکنه رو ننویسید دیگه، چیزایی که مثلا پروفشنال نگاش داد. حتی اگه دوستتونه مثلا ننویسید مای بست فرند، آدمشو بنویسید. ملت نمیدونم چرا علاقه دارن این اطلاعات اضافه رو میذارن. اینم از این دیگه. اون قسمت هم تموم شد، طولانی ترین سکشن بود، ولی ما سعی کردیم دیگه همه چی رو کاور کنیم، همه نکته‌هایی که لازمه رو بذاریم توش که یک بار برای همیشه سی وی تموم بشه و شما نیاز به یک ریسورس اضافه نداشته باشه. 1 ساعت وقتتون رو بذارید و کل سی وی رو ببندید. در تمام اینا سی وی سامپل ما براتون ارائه می‌کنیم. برید سراغ این تمپلیت ها، این 2 تا تمپلیتی که بهتون میدیم باهاش کار بکنید. یک یوتیوب دیگه هم احتمالاً میذارم بهتون یاد میدم خیلی سریع در حد 15 دقیقه که با کنوا چجوری خیلی سریع کار بکنید. خودتون هم خیلی اونجا هم سر کله نزنید، ولی در حد این 2 تا چیز هست. خیلی زیبا شده، خیلی خوشگل شده. همه قسمتاشو با چت جی پی تی رفتم کانتنتاشو دوباره درست کردم، یعنی به این نگاه بکنید میفهمید که چه کانتنتی چه نگارشی خوب هستش، چه چیزایی رو منشن کنید. فقط کافیه جای خالی رو با کلمه مناسب پر کنید. ترجمه همه سکشنایی که لازم بوده رو گذاشتم، چیزی بیشتر از این من تو ذهنم نرسیده که لازم باشه برای اپلای تحصیلی. بنابراین میتونید برید اینا رو استفاده بکنید. حالا من 2 تا گذاشتم که فکر کردم قشنگه. این حاصل زحمات فقط منم نیست، بچهای اپلای لینک حالا بعدنها شاید بیشتر باشون آشنا شد، خیلی زحمت کشیدن خداییش روی این قسمت. کلی با هم دیگه جلسات شاید 5-6 ساعته نشستیم اینا رو درست کردیم. فکر کنم چندین تا جلسه 4-5 ساعته داشتیم حداقل که اینا رو همه رو درست کردیم. خیلی روش زحمت کشیده شده، بنابراین میتونید دریابید اینها رو هم و استفاده بکنید. لپتاپ من هنگپ نه درست شد. اینم از سی وی سامپل ها. حالا الان میخوایم این قسمت رو دیگه قطعش بکنیم، استراحت بدیم بهتون. یه قسمت دیگه بعد این میاد که میایم سی وی هایی که برای ما فرستادید رو آنلاین ریویو میکنیم و تخریب شخصیتی قرار بکنیمتون. همه این چیزایی که گفتیم رو ببینیم تو رزومه شما چقدر پیش میاد و اگه پیش اومد مسخرهتون کنیم، بهتون بخندیم و همه این اتفاقاتی که تو اینجا الان همینه که ریاکشن خنده میفرستادید الان دیگه نوبت خودتون رسیده و احتمالاً دیگه به خودتون میتونید بخندید. الان اپلای لینک توی شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاده، کلی کار مختلف داریم انجام میدیم. میتونید توی شبکه‌های اجتماعی برید دنبال کنید. گروه تلگرام داریم، وبسایتمون داره به زودی میاد بالا، اینستاگرام داریم، لینکدین داریم، یوتیوب داریم، همش هم خیلی داریم فعالیت میکنیم. پس توی اینا میتونید برید گروهمون عضو شید. تو گروهمون هم ماشاءالله همه دارن از همه چیز حرف میزنن. سوال داشتید بپرسید، خیلی‌ها جواب میدن. چون این گروه حاصل 4-5 ساله. بچه‌ای که الان تو اون گروه هستن اغلبشون حتی اپلای هم کردن، خیلیاشون برای تجربه خیلی زیاد دارن و خیلی هم دوست دارن کمک کنن. حس می‌کنم چون اون موقع من یه ذره بهشون کمک کردم، حالا نه خیلی، چون من یه ذره بهشون کمک کردم، دوست دارم به بقیه کمک کنم. پس این گروه هم دریابید، خیلی خوبه عضوش بشید. اپلای لینک آندرلاین ای آی تو تلگرام، اینو عضو بشید و استفاده بکنید. اینم از این جلسه دیگه. اینو قطعش می‌کنم. توی سکشن بعدی که بیایم رزومه‌هاتون رو ببینیم و بهشون بخندیم می‌بینمتون. خداحافظ.